ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 3، گفتار 68. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. من در خانه این خوجین 3 روز کار کردم. آش و نان را از همانجا می خوردم و هر روز بیگاهانی وقتی که کار را تمام کرده به حجره می رفتگی شدم، خوجین به من 2 تنگه مزد خدمت می داد که در 3 روز به 6 تنگه 90 تین صاحب شدم. در مدت همین 3 روز من مندرجات دفتری کهنه را به یک ترتیب معین، خرید در دیگر جای، فروش در دیگر جای و مانند اینها به دفتری نو گذرانده، به خوجین رویخطی با ترتیب خود را خوانده شنواندم. طبعش چاق شده بر پدرتان رحمت گفت: شما از صحرا از اکه خانه بلبل رویدگی برین، 10 انگشتتان 10 هنر شده آمده بودید. و علاوه نمود: حاضر کارمان تمام شد، بیایید با شما برای آینده یک شرطنامه دهانکی بندیم. خوب مرحمت کنید گفتم من. وقتی که من قوت یافته به دکان روم، هر روزه خرید و فروش و نقد و نسیه های خود را در خاطر نگاه داشته بیگاهانی به خانه برمی گردم. شما هم هر بیگاهانی به اینجا بیایید، داد و گرفتی همان روزه مرا به دفتر با ترتیبی که خودتان یافته اید نوشته دهید. در این کار هر روز تخمیناً 1 ساعت وقتتان صرف می شود و بدل 1 ساعت خدمتتان آش شبانه را با ما خورده روید و مزد دیگر طلب نکنید. چی می گویید؟ معقول است یعنی؟ خوب، درست گفتم من. بگمانم بعد از 3 یا 4 روز دیگر قوت یافته به دکان می روم. کار شما هم همان وقت سر می شود، لیکن تا آن وقت هم هر بیگاهی اینجا آمده خوراک شبانه را خورده روی. خوب گویان من از پیش خوجین برآمده رفتم، اما تا سر شدنی کاری نو برای آشخوری به خانه اون نرفتم، چون که من در کیسه خود 6 تنگه پول داشتم و برای خوراک هر روزه هم که 2 تنان و 1 کاسه نخود شوربا بود 10-15 تین کفایه می کرد و به مفت خوردنی آش خوجین احتیاج نداشتم. بعد از 5 روز مخدوم هزارگی خبر داد که خوجین قوت یافته به دکانش رفته است. من هم از همان بیگاهی به خانه او رفته کاری نوم را سر کردم. استاخانه کفش دوزی.
در پیش بالاخانه خوجین چرچین فروش که مهمانخانه به شمار می رفت، یک شبگهی روی حولی بالای بامی بالایش کشاده بود که باشندگان آنجا شبهای گرم تابستان را در آنجا گذرانده و در همان جا هم می خوابیدند. در یک طرف این شبگه یک دری یک طبقه که راخهایش نمد چسبانده محکم کردگی بود گشاده می شد. از آن در به یک بالاخانه وسیع در آمده می شد که آن به بالای بامهای خانه نشست درونی، ایوان درون و آشخانه واقع شده بود. این بالاخانه غیر از دری در آمدش نه دری دیگر داشت و نه دریچه و در 4 جای شیفتش 4 رفزنی هر طرفش یک آرشینی به بام کشاده شده بود که به بالای آنها 4 چوبه های 3 کنجه شکل را قفسوار نهاده به اطراف آنها کاغذ روغنین چسبانده بودند. به این خانه وسیعی که دری در آمدش نمد پوش کرده شده بود، روشنایی خیره از همان روزنها افتاده آنجا را کورمهتاب بر این نیم روشن می کرد. در آن استاخانه تخمیناً 40 نفر استای شاگرد کار می کردند که هر کدامشان به بالای صندلیچه پستکی نشسته و در میان خود از طرف پیشگیری میشیگی بسته بودند. همه آنها با وجود جوان یا میان سال بودن رنگ کنده، پیشانه هاشان پرچین و اندوهگین بودند. آنها با هم با آوازی پست گپ می زدند و گپ‌هایی به کارهاشان داخلدار را می گفتند. در میانه آنها یک جوانی تخمیناً 25 ساله بود که همیشه با گوشه چشمش استا و شاگردان آنجا را از نظرش گذرانده می ایستاد. او هم مانند دیگران رنگ کنده و چشمانش به درون فرو رفته بود. او با کسی گپ نمی زد، اما اگر بیند که 2 نفر از همکارانش در بین خود گپ زده ایستادند، کارش را باز داشته با نوگی بیگیز بونی گوشش را خاریده ایستاده به گپ آنها با دقت گوش می داد و هرگاه که آنها خاموش مانند باز کار خود را دوام می کنانید. این جوان از کارکنانی دورتر از خودش هم با همدیگر گپ زدن آنها را پی برد، آهسته از جایش خیسته گویا که یگان چیزی در کاریش را از پیش دوزنده ها می جسته باشد، به هر جا با دقت نگاه کنان به پیش کارکنانی گپ زده ایستادگی می رفت. آنها دیدند که به بالای سرشان آن جوان راست ایستاده است، از گپ باز می ماندند. گپ هاتان را زدن گیرید. و من یک قاریبی 6 قط مثلا در کار شد، همان را کافته گشتم می گفت و بعد از قاریب هایی در پیش آنها بودگی را از نظر گذرانیدن به جایش باز می گشت یا به یگان طرف دیگری استاخانه می رفت. بیگاهانی یک روزی چهارشنبه خوجین به من گفت: فردا روزی پنجشنبه وقتی پیشین بیایید من هم از دکان می آیم. در اینجا 1 ساعت کار داریم. به دیوانه بچه ها سومی کار دادنم در کار است. من که با هر کدام اینها حسابی کرده پول دهم، شما در رو به دفتر می نویسید. حساب اینها چنان چلکش است که همه اش را در خاطر نگاه داشته بیگاهانی نویساندن ممکن نیست. خوجین 1 ثانیه خاموش مانده تبسم کنان باز به گپ درآمد. این 1 ساعته کار البته در قراری بین ما و شما نبود. این کار به گردن شما سرباری نگروسک است. اما اگر آدم از بازار 100 دانه خربوزه خرد، 2 دانه خربوزه را بر زیاد پرتو گویان می دهم. این کاری بر زیاد هم پرتوی کارهایی مقرریتان می شود. من قبول کردم و فردا ساعتی 12 روز به آنجا رسیده رفتم.
خوجین هم از بازار آمده در جای سایه روی شبگه کورپچه پهن کرده نشسته بوده است. در پیش خوجین یک چوب بوده، دفتر و قلم و دوات هم در آنجا می نمود. من در روبروی خوجین بروی شالچه نشستم. او دفتر و اسباب خطنویسی را به پیش من تیله داده به دری استاخانه نگاه کرده. رجب جان، دیوانه بچه هات را گوی یک تا آمده حسابشان را شنیده سومی کارشان را گرفته روند گویان صدا داد. با شنیدن این آواز یک چند نفر شاگردان خردسال تپراست زده از استاخانه برآمدند و در رو بروی خوجین راست ایستاده به او سلام دادند. شماها حوری درون را با تخخانه ها و آشخانه پاکیزه کرده روبیتان، بعد به مقداری که در یک هفته رسد هیزم شکستمانیتان. بعد از آن به شماها جواب گفت خوجین به شاگردان. شاگردان از زینه تپراست زنان پایین فرامده رفتند و از استاخانه همان جوانی 25 ساله دمدوست و یک استای میان سال برآمده آمده بر یک لب شالچه در رو بروی خوجین نشستند. استا مراد، شما این هفته چند جفت کفش مردانه برآوردید؟ گفته خوجین از استای میان سال پرسید. 5 جفت، گفت آن استا در جواب. خوجین به این جوان نگاهی سوال آمیزی کرد و آن جوانی رموز فهم: همه این 5 جفت را این کس نبرآوردند. درست است که همه‌اش از دست این کس برآمد، لیکن دستک های همه آنها را شاگردان بخیه کرده دادند. گفت: رجب جان، خدا را حاضر بین، جانی جوان داری، دروغ نگوی. من چرمهای ریزگی بچگان باب را به شاگردان داده دوزاندم که آنها دستک دوزی را یاد گیرند، چون که برادرت یاد دادنی 4 شاگرد را هم به گردن من سرباری کرده بار کردند. من چیزی را که دیدم گفتم. من با برادرم شریک دولت نیستم. اکنون شما میدانید. و خوجین، گفت رجب جان پیشانه‌اش را ترش کرده. اگر شاگردان به حساب شما کار کنند، در استاخانه من و برای من چی کار میکنند؟ شما استا مراد موسفید شده اید، بسیار هم از تگی دنیا نگیرید. این دنیا با کی وفا کرده است که به ما و شما وفا کند؟ گفت خوجین و به من نگاه کرده سخنش را دوام داد. میرزا، شما از دفتر نام استا مراد را یابید؟ من دفتر را ورق زده نام استا را یافتم که 500 تنگه بونک داشت. سومیکاری 5 جفت کفش مردانه، 2 تنگگی 10 تنگه. از این مبلغ برای خدمت شاگردان 2 تنگه براریم 8 تنگه میماند. بعد از برآوردن 2 تنگه به فایده بونک 6 تنگه سومیکارتان میماند. اکنون از این پول به حساب تنی بونک پول میگردانید؟ استا مراد سرش را خاریده فکر کنان گفت: خوب، 2 تنگه برارید. خوجین به من نگاه کرد. در تگ نام این کس نویسید که استا مراد دفعه 2 تنگه از بونک داد و 4 تنگه سومی کار گرفت. من دفعه های خوجین را پرتافته مضمون گفته های او را به ترتیبی که خود می دانستم در دفتر قید کردم. استا مراد از دست خوجین 4 تنگه را گرفته آن پول را از یک دستش به دست دیگرش بازی کنان گذرانده از جایش خیست. این قرمساق به کدام دردی من دوا می شود؟ گویان خود به خود غرغر کرده به طرف زینه رفت. غم نخورید استا، من زنده باشم شما را بی پول نمی مانم.
اگر دردتان زورتر باشد، بونکتان 500 نی و 600. من 100 تنگه دیگر را از شما دریغ نمی دارم، گفت خوجین به او. باز هم زولانه گردنی تو را وزنین تر می کنم. باز هم برای فایده بونک و تنی بونک از تو بسیار تر پول نگاه داشته سومیکارتان را به فیسمیری به مبلغی ناچیز می فرارم گویید، گفت استا مراد از زینه فرآمده ایستاده و علاوه کرد. این پیر گرگی باران دیده است، دیگر بر روباه بازی ها فریب نمی خورد. به پهلوی رجب جان استای دیگری آمده نشست. خوجین با وی هم چنان که با استا مراد کرده بود حسابی کرد. بونک این آدم در دفتر 600 تنگه بود. خوجین از سومیکاری او برای فایده بونک 30 تنگه جدا کرد. آن استا راضی نشده گفت و شنیدی ما در 500 تنگه بونک هر هفته 2 تنگه نگاه داشتن بود که این در یک ماه 8 تنگه می شود. وقتی که بونک 100 تنگه زیاد شد، چرا شما پولی فایده را 1 تنگه زیاد نگاه داشتید؟ در این حساب پولی فایده 100 تنگه در یک ماه 4 تنگه می شود که این از فایده گیری سودخوران هم قریب 2 چند زیاد است. آخر انصاف کنید خوجین، 2 تنگه را 5 تقسیم کرده 5 یکش را به حسابی 100 تنگه هفته گذشته گرفتگیم زیاد کنید دیگه. ای مسلمانی ساده، گفت خوجین به استا، شما 100 تنگه هفته گذشته گرفته اتان را گردانده دهید. من باز مثل پیشتره برای 500 تنگه 2 تنگه نگاه داشته می گیرم. این کاری من برای استاها یک یارمندی است، یک خیری بیریاست. کدام کس که آرزوی و هوس را زیاد کرده بونکش را وزنین کند، فایده بونک هم زیادتر شدن می گیرد. اگر درست ذهن مانده فهمید، این هم به فایده شماست که فایده بونک کلان را وزنین دیده کمتر قرضدار می شوید و آرزوی و هوس را کمتر می کنید. آرزوی و هوس؟ گفت استاد تعجب کنان. آرزوی و هوس به ما بر این بیروزی ها در کجاست؟ به 100 تنگه بام خانه ام را که در بارانگری بهاری فرو رفته بود از سری نو درست کناندم. بالا رو وسته و نیو بوریا خریدم. به استای گلکار و دوریدگر مزد دادم. در لایکاری در قطار خودم 2 مردی کار در آوردم. به استای و مردی کاران آش و نان دادم. مگر این آرزوی و هوس است؟ و دخترم و مادرش 2 کرتوار گرفته دادم که هر دویشان هم لوپ لوچ شده مانده بودند. مگر این آرزوی و هوس است؟ مگر من می بایست در زمستان با زن و بچه ام در زیر برف و باران می نشستم؟ مگر دختر و زن را در پیش همسایه ها مانند خودم می بایست برهنه کرده می ماندم؟ خوجین گپی او را برید. کوتاه کنید، بس است. اون کارهاتان به من دخل ندارد. من به شما خانه‌ات را امارت کرده می دهم، به زن و بچه‌ات لباس گرفته می دهم گفته وعده نکردم. شما یک گپ زنید،
به 100 تنگه بر زیاد گرفته اتان هر هفته از سومیکار 1 تنگه گردانده می دهید یا خود همان 100 تنگه را گردانده می دهید. دیگر گپ نیست، ها یا نی. خوب گردانید به شما شود، گفت استا. پیچینگی این گشنه پرزور را بینیده؟ گفت خوجین خود به خود و به من نگاه کرد. نویسید میرزا، وقت رفت. حسابی با کارگران دوام کرد. سومیکاری استاهای درجه دویم باز هم کمتر و بونکهایشان باز هم وزنینتر بود که بیشترینشان به بالای بونک قرضی نو زم کننده به زور به 2 تنگه صاحب شده می رفتند. در وقتی دوام کرده ایستادن حسابی، شاگردان کاری فرموده شده را تمام کرده از حولی درون برآمده خوجین همه اش را کردیم گویان از او برای رفتن رخصت پرسیدند. خوب رویتان، گفت خوجین در جواب. من گمان کردم که خوجین در حسابی کارگرانی کلان سال سرگرم شده به شاگردان مزد دادن را از یادش برآورده باشد. بنابراین به حال بچگان رحمم آمده به خاطر خوجین رساندم. مگر شاگردان سومیکارشان را نگرفته می روند؟ با آنها چی سومیکار می دهم؟ گفت خوجین پیشانش را ترش کرده. آنها چی کار کردند که مزد گیرند؟ از روی انصاف آنها به من مزد دهند که در 2-3 سال از استاخانه من استا شده می برایند. اما از آنجا که آنها بچگانی بی پدر و مادر و بی پرستار می باشند، من به حالشان رحم کرده بی پول به آنها هنر یاد دهنده ایستادم. اگر تاریشان تازه و استا برایند، میانشان را بندانده توانند و در همان صورت از گاو غدود بر این نیمه پولی که من به استا شدنی آنها خرج کرده ام می براید. لیکن حالا این لکلکی در هوا فایده نسیه. نقدش همین است که حالا من برای استا شدنی آنها مهنتی مفت کشیده ایستادم. حسابی دوام کرد و این کاری سرباری 1 ساعته من تا وقتی شام کشال یافت. همه کارکنان رفتند. اکنون در پیش خوجین تنها رجب جان مانده بود. رجب جان سرخم کرده با ناخونش شالچه را خیرت خیرت خاریده و بازی کرده می نشست. خوجین به او نگاه کرده ایستاده پرسید: خوب دادر، تو چی می گویی؟ در دلت یگان گپ داشتگی بر این می نمایی کو؟ خودتان می دانید، گفت رجب جان به آن که سرش را از سینه‌اش بردارد و ناخونش را از شالچه جدا کند. من چی رو می دانم؟ من دلی تو را چی می دانم؟ گفت خوجین. فرض کردیم چیزی را پی برده باشم هم سخن از دهان لقمان خوش گفتند. خودت گویی بهتر می شود. من می خواهم بلبی حوض دیوان بیگی رفته 1 دور زنم، در سماورخانه نشسته 1 چایnik چای نوشم و بوی بدی این استاخانه را که حلق و شوش و دل و جگرم را مانند موری دکانهای آهنگری کرده است، با نسیم آبی حوض کمتر باشد هم از دماغم برارم و فردا در روزی بیکاری به مادرم 1 کرتبار خریده دهم که کمپیر لوچ مانده است. گفت رجب جان و هنوز سری خود را راست نمی کرد و به طرف خوجین نظر نمی انداخت. دردت زور بوده است کو؟ گفت خوجین و از کیسهش 1 تنگه برآورده و طرزی که به پیشی سگ استخوان هوا دهند به پیش رجب جان پرتافت. حاضر همین را گرفته 1 تماشا کن، کرته باشد در یگان وقتی دیگر حسابش را میابیم. رجب جان آن تنگه را با نوک انگشتانش
به طرف خوجین غیلانده فرستاده گفت: 6 ماه باز شما حسابی کرته مادرم را یافتن می خواهید، لیکن هیچ نمی یابید. معلوم می شود که هیچ یافتن نمی توانید. هیچ نباشد به من در قطار دیوانه بچه های دیگر حق دهید؟ در قطار دیوانه بچه های دیگر حق دهید، تکرار کرد خوجین سخن رجب جان را و از خود اضافه کرد: آخر برابری دیوانه بچه های دیگر کار کن، من 2 برابری آنها به تو حق دهم. هر کدام آنها همین هفته از 4 جفت تا 6 جفت کفش برآوردند. تو باشی 2 جفت هم برآوردن نتوانستی. 2 جفت هم برآوردن نتوانستی. گویام رجب جان سخنی آخرین خوجین را تکرار کرد و یک باره سرش را راست گرفته، انگشتانش را از شالچه جدا کرده، دستی چپش را بروی زانوی چپش نهاد و دستی راستش را به طرف خوجین دراز کرده، چشمانش را با چشم او دوخته دوام نمود: شما دیدبانی استاخانه را و از دنبال دیوانه بچه ها گپچینی کرده به خودتان خبرکشی کردن را از گردن من بردارید، من 1.5 برابر دیگران کار برآورده دهم. من حالا بگیزی به تنوار خلانده ام را به کشیدن فرصت نیافته، مانندی سگی شکاری استاخانه را یک دور زده بوی کرده می برایم. اگر من نمی بودم از طرف شاگردان دوخته شدنی دستک های کاری استا مراد را به شما کی خبر می داد؟ دیدبانی می کرده است، خبرکشی می کرده است. با همین به من فایده رسانده است که کیسه مرا خالی کرده گرفتنش در کار بوده است، گفت خوجین خود به خود با آهنگی پیچینگ و به رجب جان خطاب کرده دوام نمود: آخر تو دیدبانی کرده به من چی فایده رسانده توانستی؟ حالا هم مانند پیشتره دکانهای کهنه‌دوزان از ریزگی‌های چرمی استاخانه من پرند که همه آنها به واسطه همین استاها و شاگردها از اینجا برآورده برده فروخته شدند. از خبرکشی تو به من چی فایده رسید؟ سفر و حاتم که هر کدامشان از من 1000 تنگگی بونک گرفته اند، مگر بی مصلحتی استا مراد گریخته اند میگویی؟ نه، آنها بی مصلحتی این پیرسگی گریزپا 1 پیاله آب نمی نوشند. اما تو بر بالای آنها گپچین شده ایستاده، هیچ چیز را نفهمیدی یا فهمیده باشی هم با آنها شریک شده به من خبر ندادی. تهمت کنید همین کم بود، گفت آتشینانه رجب جان. شما تهمت کرده به خوردن حق آدمان عادت کرده اید. او آوازش را باز هم بلندتر کرده به خوجین خطاب کرد: به من برابری بیگانگان حق می دهید یا نی؟ گپی آخرینتان را زنید. استغفرالله، گویان خوجین به کیسه خود دست زد و از آنجا 1 تنگه دیگر برآورده به آن تنگه پیشتره همراه کرده به پیش رجب جان پرتافت. رجب جان تنگه ها را گرفته از جای خیست و آنها را به طرف خوجین هوا داد و جامه‌اش را از میخی پیش دری استاخانه گرفته به 1 کتفش آویزان کرده به طرف زینه روان شد و اگر بعد از این پایم را در همین حولی مانم کوچک شوم، گویان از زینه فرامده رفت. شما گفتاری 68 رو از روی اثری نویسنده بزرگی توجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.